سلام خدمت تمامی همراهان عزیز و مردم سرزمینم ایران. پریسا چوبوغلو هستم از شاگردان استاد محمد علی طاهری. با توجه به اطلاعیه اخیر استاد عزیزمان محمد علی طاهری در خصوص عدم شرکت در انتخابات و با توجه به مانیفست رنسانس ایران آزاد و اشاره به بند 10 انقلاب رنسانسی که به معنای زیر و رو کردن همه چارچوب‌های پوسیده گذشته است، بنابراین چنین اندیشه‌ای نشان می‌دهد که ساختمان سیاسی کنونی مملکت کلنگی است و قابلیت هر گونه اصلاحات را برای همیشه از دست داده و همه ارکان‌های مختلف آنها پوسیده است و درگیر فساد ریشه‌ای شده، به طوری که غیر قابل اصلاح می‌باشد. به پیروی از اطلاعیه استاد عزیزمان جناب محمد علی طاهری، شرکت در هر گونه انتخابات که توسط جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد را رد می‌کنم و در هیچ انتخاباتی شرکت نخواهم کرد و از شما عزیزان هم دعوت می‌کنم نه به انتخابات گفته و به پای صندوق‌های رای نروید و به خاطر بیاورید سالها ظلم و ستمهای جمهوری اسلامی ایران را و بی‌عدالتی‌ها و نقض حقوق بشر و کشت و کشتارهای بیرحمانه فرزندانمان که توسط جمهوری ظالم اسلامی ایران انجام گرفت. به امید ایران آزاد به عزیزان توصیه می‌کنم مانیفست رنسانس ایران آزاد که نوشته استاد محمد علی طاهری عزیز هست را حتما مطالعه کنید. خدا نگهدار همگی.